بهاری 82 عمر نورتبرف پس درش گلفشانی میکرد. در این لحظه های خوب و خوش او را به درگاه تبرک جمهوریت و همان خانواده بزرگی که زمان راهبرش او بوده است دعوت کردیم. خواستیم چند ساعتی به گذشته برگردد، شاد شود، اما او اصرار می‌ورزید که خانه بیاید و با لطف می‌افزود اینجا هم اداره است، میز و کرسی، کاغذ و قلم، عکس و تصویرهای گوناگون، کتاب و دستخطها دارد. آمده‌ام گیرید. در نهایت ما مهمان او شدیم. در کوتاه‌ترین فرصت این پیر خرد موی سپیدش را مرتب شانه زده است، شم کاستوم شهی پوشیده است، در سرش یک طاقی زیبا نهاده است. اینتلیجنت حقیقی. بله، این همان نورتبرف است که سال 1941 در شهر وحدت به صدای زندگی پاسخ گفت و هرگز نمی‌دانست که پس از چندی به دوشنبه می‌آید و تمام عمر دلبسته و وابسته همین شهر می‌ماند. نویسنده، روزنامه‌نگار و خادم نمایان دولتی و جمعیتی می‌شود. فعالیتش را چون کارمند مطبوعات آغاز کرد. اساساً سردبیری و کاتب مسئولی چندین جریده‌های تاجیکی و روسی از جمله کامسومولسکی پراودا و پمیر را بر دوش داشته است. همچون ادیب، همچون خادم نمایان دولتی در رشد فرهنگ و هنر ملی خدمت‌های بس ارزنده نموده است. اگر به اون موضوعاتی که در ایجادیات خود دخل نموده است نظر افکنیم، ما به خوبی درک می‌نماییم که اول او این مسئله ها را در اثرهای پوبلیسیستیش، در مقاله و اوچرک و اسه هایی که در صحفات مطبوعات دوری نشر نموده بود به این موضوعات برگشته است، آنها را وسیع نموده است و در بندوبست بدیعی آنها از همون قالب های پوبلیسیستی خیلی وسیع استفاده برده است. کولبار زندگیش مثل انبانه صدها کسی دیگر خالی نیست. تا امروز آثار منثور و دراموی او در مجموعه های راه های دور و نزدیک، این بهار چی می‌آورد، دریای نور، در چارسو، چرخ گردان دسترس خوانندگان گردیدند. پیسه موسیقی نپران، درامه های تاریخی قسمت، داد چیست بیداد چیست، پیام زردشت، فاجعه خورد ترس، شکار اجنه ها، گردباد، همه گنجینه های رنج های چندین ساله اوست. اینها همین اثرهایی بودند که به موضوعهای معنوی اخلاقی همزمانان ما بخشیده شدند. اما وقتی که به طور وسیع به دراماتورگی نورتبرف نظر می‌افکنیم، دراماتورگی او خیلی وسیع است و از روی قالب‌های معمولی در ادبیات شناسی و تئاتر شناسی رایج بودن میتوان به ایجادیات او بهای یک طرفه داد. در ایجادیات او اگر تحلیل نماییم می‌بینیم که اثرهای نیز هستند که در اساس فولکلور آفریده شدند. این همون اثرهای بسیار خوب و دیدنی، کفش‌های ابوالقاسم، چشمان برادری قیامتی می باشند که از روی اثرهای فولکلوری و از روی اثرهای دیگران آفریده شدند، ولی در آنها همون خاراکترهای جالب ملی، جهانبینی، دیدی مردم ما خیلی واضح منعکس شدند. نورتبرف در ادبیات تاجیک همچون یک ترجمان چیره‌دست نیست خیلی نام برآورده است. آخرین اثری خیلی خوبی ترجمه نموده او این همین اعمار مرجانی تیمور ذوالفقاروف می باشد که خیلی با زبان شیوا ترجمه شده است. در تشکل او همین تئاتر سیاسی روس از جمله الکساندر چخییدزه و میخائیل شاتروف بر این نمایندگان برجسته تئاتر سیاسی روس یا دراماتورگی سیاسی روس تأثیر عمیق گذاشتند و اگر بنگریم در آغاز فعالیت دراماتورگی خود نورتبرف از ترجمه اثرهای آنها آغاز نموده است. و چون این مردان که حرفشون، عملشون و زندگیشان از حکمت و ثمر خالی نیست، به فشار روزگار
تاب آوردند و لب به شکوه نگشادند، وقار و شکوه و صلابت میزیبد. اینها در واقع روشن فکرند، نور دارند، روشنی دارند. به قول شاعر بازار صابر، با نور بود هر آن که با نور بود، بی نور بود هر آن که بی نور بود. بی نور که خوشه خوشه میگیریم من، سر تا قدمم درخت انگور بود. یک زمانی در کار راهبری یعنی در سیاست هم بودید و کار روزنامه‌نگاری، کار پوبلیسیستی هم کردید و نویسنده بسیار شناخته هم هستید و حتی در اثرهای دراموی هم نوشتید بجز از حکایه ها. این سه سمت گوناگون را به همدیگر چگونه سازش دادید و کدامشان مشکل تر بود؟ اکو مشکل تر همه دراماتورگی هست، چونکه عموما همچون ژانر دراماتورگی بسیار هم مشکل است، اما کار کردن از پر کردن است. آدم اگر کوشش کند این چیزا را پس سر میکند و از راه تازه آفریدن میگیرد. انا وقتش به استاد حبیبالله عبدالرزاقوف میخواستن که از من چه توجیه سازن. اثر دراموی وابسته به رژیسور است. تهیه‌گر هر قدر عاقل و دانا باشد و میتواند همون شکل و نمود نوی نسبتا نوی رژیسور را استفاده برده اثر صحنوی آفرد. شما گفتید دراما اصلا مشکل ترش است. بله. لیکن شما خودتان درباره خودتان وقتی قضاوت میکنید فکر میکنید در کدام شما بیشتر موفق شدید؟ در راهبری، در روزنامه‌نگاری، در ادبیات یا در آفریدن اثرهای صحنوی؟ هر یکی این گفتگیتون مشکلات خودشو دارد، از جمله راهبری، چون که شما یک ساحه راهبر میشید، راه و روش باید معین مقرر کنید. مثلا گپای بیهوده نمیشه دیگه. زمانی که شما وزیر فرهنگ بودید، زمانی بود که درگیری ها در اوج بود، هیچ کسی نمیفهمید. در اون زمان چه خاطره ها دارید؟ اون همون زمانی مشکل، در همون زمانی مشکل شما چگونه توانستید اصلا همه ضربه به فرهنگ میرسید؟ میدونید چون که جنگ اصلا به نخست آمده به ریشه های فرهنگ تیشه میزند. در همون سال و زمان شما خودتون نه تنها همچون راهبر، همچون بلکه یک برنده فرهنگ یک ملت کهن چی کارها کردید؟ خودتون چگونه احساس میکردید؟ فاجعه هایی که اثرتون گذاشت به شما چه تاثیر کرد؟ بستری فرزند آدم هر چه باید بگذارد، هم خیلی هم تو نمیستد اگه کار دنیا. انا بعد آهسته آهسته آدم преодоление میگوید، یعنی اثر گذراندن. بله. اثر گذراندن. همه چیزا اثر میگذارند آهسته آهسته و همه چیزی که در زندگی هست و برای شما یک سبق میشد. چیزی که سبق شد همین بعد آدم دیگر اندیشه میکند که باید این فلان غلطه تکرار نکنم. برای زنده موندن فرهنگ هر ملت چی راه دیدم در کار. کوشش کردن که این فرهنگ زنده ماند، همه جانبه زنده ماند، هم موسیقیش، هم دراماتورگیش، هم سینماش، هم دیگر ساحه آرکیتکتورا. بله. مثلا من دوستم است وفا نظرف و صفدر شریف، هر دوشم رسومان خلقی تاجیکستان. که من مراجعت نکنم اونها همیشه آماده هستن که کمک کنن، یاردم کنن. یعنی در جامعه مردم جامعه باید یک جای کار کنن، جدا نه. صحبت ما به جمهوریت میپیوندد، به تاجیکستان سویتی. برای ژورنالیست‌های جوان، برای من به نسل امروز همچون برای ژورنالیستی چی مصلحت‌ها میده؟ قانون ژورنالیستیک همین است که حقیقت راست گفتن در کار. راستی رو زوال نیست. بله.
اگر سنزور باشد چی استاد؟ سنزوری به معنی در کاره همین بازار فقط طرفدار بود، هر کس گپی بیهوده نمیگوید. در آستانه 80 سالگی هستید. حاضر در پیش هم صحبت کردیم، چند لحظه به 18 سالگیتون برگردیم به زمان دانشجوییتون. دانشجویی شما از حیات دانشجویان امروزه چی فرق داشت که مثلا نسل شما از یک گروه مثلا همه زیایی، همه یک آدمای برجسته در جمعیت، این شما در چی میبینید استاد؟ همین استادای بسیار خوب داشتیم ما. استاد هلال کریموف، استاد داداجان تاجیف، استاد حلیموف، انا و دیگران همه از صمیم دل درس میگفتن. ما با درس های اونها با حضور میشتیم. خصوصا استاد حسین زاده وقتی که میدارم بودن گویا تمامی کلاسیکو وارد شدن با صنف خونه. انا برای کتابشون هم باز سخن سرای 5 روز درباره استاد بوده که بوی جوی مولیان آیادمی یاد یاری مهربان آیادم، هنوز هم در یادم هست. از اثرهای نمایش‌های تئاتریتون معلوم که خیلی درد دارید در باطنتون، در روحتون، لیکن اینا آشکار نمیکنید. این سیرش چی است استاد که شما در ظاهرتون معلوم نیست که شما اینقدر مثلا دردهای ملت، دردهای عائلوی دارید مثلا، لیکن افشا نمیکنید. سوال بسیار خوب و درست، چونکه آدم بی درد بوده نمیتواند. اگر درد باشد افاده میکنی، درد نباشد چه افاده میکنی؟ برای همین من فکر میکنم که آدمیزاد باید هم تحمل کند درد خودش، هم باید افشا کرده تواند، زیرا دلی نیست که درد نداشته باشد. برای همین باید آدمیزاد این درد چیزا رو تحمل کرده تواند. درباره اسیان عینی، درباره گردباد مؤثری که تئاتر جوانان به صحنه گذاشت، در مرکز استاد عینی استادگی، لیکن استاد عینی چند درد بکشد، چند مسئله باید حل کند در اونجا، و شما هم توسط استاد عینی، توسط یک آبرز چند مسئله ملی اونجا حل کردنی میشوید. شما مخصوص برای جشن استاد عینی اون انشا کردید یا این چیز در نقشتون بود پیشتر؟ نه، مخصوص برای جشن. برای جشن تقایم رو دوزی خوب بسیار خوب بازی کرده. خیلی استاد عینی این خیلی شخصیت کم در کم میشن. من در عالم خانمشان صلاحت بگیم، این کس تاریخ تاجیکان بسیار خوب میدونستند، برای همین هم تلقین میکردن. بیهوده اکادمیک باباجان غفور همراه با این کس مسجد نمیکردن، چونکه این کس خوب بدونستن تاریخ خلقی خودش، زبانش، عرف و عادتش نقل بدونستن. یادشون بخیر. بله استاد، با تئاتر ما، با فرهنگ ما، اصلا با نبضی درام ما چگونه بها میتونی همین روز، همیشه بروز؟ مهمترین رکن در روزگار حیات تئاتر این رژیسور هست. داریم یک سه رژیسورای ناز انا که آنها میتوانند. این سر رژیسوری نوی تئاتر سلطان آمدگی، عبیدالله دولت، اعظم جان، همینا میتوانند اثرهای بسیار خوبی نوی صحنه وای کنند، تهیه کنند. دوستان ارجمند، بینندگان عزیز یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت، برنامه نوبتی ما با پایان میرسد. یادآور میشویم که مهمان ما بودند استاد نورتبرف، در ادبیات و فرهنگ ما خدمت‌های بی‌دریغ کردند و حالا هم انرژی بسیار زیاد دارند و میتونند برای فرهنگ ما خدمت کنند و
استاد نورتبارов و مثل اینها شعارشان هنوز هم یک است: هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نیست. سلامت باشید، آباد باشید.